عصر 21 عصر علم و تکنولوژی‌های نوین است. برای نسل‌های جوان شناسایی با علم‌های معاصر به مانند ژنتیک، رقمی، کیهانشناسی و غیره و تکنولوژی‌ها، برنامه‌سازی، ربات تکنیک، ذهن صنعی نه تنها جالب است بلکه ضرور هم هست، زیرا آینده به این زمینه‌ها تکیه می‌کند. در دولت‌های دیگر برنامه‌های STEM از مکتب‌های ابتدایی آغاز می‌شوند. کودکان را به آزمایش‌های علمی، کلوب‌های روباتوتکنیک، آزمون‌های فنی جلب می‌کنند. در کشور ما نیز چندین محفل‌های تکنیکی و المپیادهای فنی هستند، اما هنوز همه دسترسی ندارند و تشویق طلبه‌ها به این را بیشتر تلاش می‌خواهد. والدین می‌توانند با کمترین وسیله‌ها شروع کنند. مثلا یک میکروسکوپ ساده یا تلسکوپ خانگی خریداری کنید و با هم چشم فرزند را به عالم میکروب‌ها یا ستاره‌ها باز کنید. یا کنسترکتور الکترونیک که در آن کودک یک سخم مانند چراغچه میجزن می‌سازد. اگر این امکان‌ها نباشد، حتی تماشای فیلم‌های مستند درباره کیهان، تاریخ کشفیات‌های علمی یا شخصیت‌های معروف علمی و تکنیکی را یکجای به راه مانید. همچنین اگر امکانیت است به یگان کورس کودکانه برنامه‌سازی یا روباتوتکنیک نورس را بدهید. امروز زبان برنامه‌ریزی چون زبان دوم ارزیابی می‌شود. در صورت نبودن کورس‌ها، آنلاین منبع‌ها زیادند. آموزگاران فن‌های طبیعی، فیزیک، شیمی، بیولوژی می‌توانند در درس‌ها تجربه‌های شوق‌آور نشان دهند. علاوه بر این، دایر به اخلاق استفاده تکنولوژی هم باید حرف زد. مثلا استفاده مسئولیتانه اطلاعات آنلاین، احترام به قانون‌های حق مؤلف هنگام زیرکشی یا امین بودن از خبرهای بردروغ. نورس وقتی می‌بیند که پدر و مادر علم و تکنیک را قدر می‌کنند و به او شرایط آموزش آن را می‌دهند، روح بلند می‌شود. شاید نه همه عالم شوند، ولی سواد علمی و تکنیکی داشتن برای هر شهروند در آینده حتمی است و بهتر است از حالا پایش گذاشته شود. دوستان عزیز، آیا شما این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفا نظر خود را به ما ارسال نمایید. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خوردککی خود را دارد. لیندوید با ویتامین D.